سلام مادر جان. میبینم از صبح تا حال اینجا نشسته اید. یکون مشکلی دارید؟ نه بچم، من پسرم رو انتظار و باید آمده من رو به خانه برد. یکون چیز نمیخواهید؟ چی خدمت کنم؟ راستی گپ کمی تشنه موندم. اگر یک قطره آب یافته می آوردی؟ خوب مادر جان، خوب. مرحمت. آب از خورد میگویند، نوشید. نه بملال. سلامت باشید. خدا با شکر. تمام روز آب ننوشیده بودم. برکه یابی پسرم، عمرت مثل آب دراز شود. تشکر. سلامت باشی. پسرتان کی می آید؟ او خواهش کرد که من اینجا منتظرش باشم تا کارش تمام شدنه. انا بعد اومده منو گرفته میبرد. بچه هم البته میوید، مرا به خانه میبرد. من نبیره کلینم رو میبینم. چی خوشبختی دیداری آنها رو میبینم. یکمین بار است که من به شهر اومدم. شهر رو اونقدر خوب نمیدونم. در حقیقت؟ عجیب. بله پسرم در شهر زندگی میکند. وای با یک دختر عائله بسیار هم عالی مقام خاندار شدگی، صاحب یک پسرچه شدگی. بسیار پسرچه عالی جناب. حاضر من به شما نشان میدیم رزمش رو. انا بینید چخیل شیرینک، چخیل دوسترویک، جانکی اوچهیه. او چند ساله است؟ 2 ساله. جانی منی، شیرینی منی، قندی من، اصلی من. بسیار زیبا بوده است، با مانند بیبیش. وای خدا جانی، 1000 تشکر. سلامت باشید. وای جانی من. میدونید من تو حال او رو ندیدم. هر باری که رسمش رو میبینم مهرم روز از روز به وی زیاد شدن میگیرد. جانی بیبی. وقت من از پسرم پرسیدم که چرا نبیرم و کلینم رو نآوردی، وی به من گفت که آنها در دمگیری.
میبخشید پسرم. نام شما چی؟ عبدالله. عبدالله. چی نام زیبا. خدایا خداوند عمرت دراز شود. چی پدر و مادری خوشبختی داشته که و یا این خیل پسر دارن. آمین. عمرت دراز شود. هزار رحمت. استو پسرم، من به تو حاضر یک چیز رو نشون میدیم. دیدی؟ نفقه هم را جمع کرده، انا همین رو به کلینم گرفتم. توفه. عبدالله جان، با فکر تو این به وی معقول میشته باشه؟ چقدر زیباست. تشکر. ای خیریت. رقم تلفن پسرتان رو ندارید؟ تو با او زنگ زنید. یادم آمد. وی به من یک کاغذ داده بود. گفت که اگر من دیر کردم همین کاغذ رو با یگان کس نشانتی. حاضر منه. بچه هم باز وی بند نباشد. آخر وی همیشه سرکار است. تشویش ندهیم خوب میشد. ما فقط میخوایم فهمیم که چرا دیر کرد. همین که پسرم اومده منو برد، تو رو همراه میبریم خونه. شناس میکنم با پسرم که از کسی که این کاغذ را میخواند خواهش میکنم که این پیرزن را به خانه کلان سالان برده گذارد. التماس. ای عشق امید و آرمانم مادر، ای فیض شکوهی خاندانم مادر، یادی تو هنوز در سرم باز گردان است، نامی تو هنوز در زبانم